مهربان خدای من، ای کسی که در همه جا حضور داری، هرگاه صدایت بزنم دعاهایم را با لطف و رحمتت اجابت کن. وقتی به تو نیاز دارم ندا و دلتنگی مرا بشنو. من همیشه در انتظار محبت تو هستم، پس به من نگاه کن و راه را نشانم بده. خدای عزیزم، وقتی با تو صحبت می کنم به حال دل تنگم توجه کن. من به سوی تو آمده ام و در حضور تو ایستاده ام، با قلبی پریشان و نگران به درگاهت تضرع و زاری می کنم. لطفاً صدایم را بشنو و مرا با محبت بسیار در آغوش بگیر. عزیز خدایم، تو از آنچه در دل دارم با خبری و حاجتم را می دانی. نهان من برایت روشن است و هر آنچه می خواهم بگویم و آرزوهایی که برای آینده‌ام دارم همه را تو می دانی و از آنها آگاهی. لطفاً به من کمک کن. تو کسی هستی که سرنوشت و روزیم در دستانت است. اگر مرا از چیزی محروم کنی چه کسی به من روزی می دهد؟ اگر خوارم کنی چه کسی یاریم می کند؟ به من نظر کن و در سختی ها یاریم کن. خدای مهربانم، به دلیل گناهان بیشمارم به تو پناه می آورم از خشم و غضبت. اگر شایسته رحمت نیستم، تو سزاوار این هستی که با لطف و بزرگواریت به من ببخشی. حس می کنم با تمام وجودم در برابر تو ایستاده ام و اعتمادم به تو مثل یک سایبان در زندگیم شده است. خوبی هایت همیشه در زندگیم جاری بوده. کارم را به آن صورت که شایسته است به دست خودت می سپارم. با لطف و رحمتت با من برخورد کن، ای مهربان خدایی که گناهانم را برای هیچ یک از بندگانت نمایان نکردی. پس در قیامت هم مرا در برابر مردم رسوا نکن. خدای من، جود و بخشش تو آرزوهایم را بزرگ کرده و عفو و بخششت بر اعمالم برتری یافته است. در روزی که میان بندگانت حکم می کنی مرا با دیدارت و با آغوشت خوشحال کن. خدای مهربانم، خواسته قلبی مرا اجابت کن و امیدم را ناامید نکن. این گمان را به تو ندارم که در حاجتی که عمرم را برایش صرف کرده ام از درگاهت بازگردانی. خدای من، سپاسگزار تو هستم. سپاسی جاودانه و بی پایان. سپاسی که روز به روز افزون شود و هرگز نابود نگردد، به گونه‌ای که تو را خوشنود کند. اگر مرا به خاطر گناهانم مؤاخذه کنی، من نیز از عفوت به تو پناه می آورم. و اگر به خطاهایم بنگری، جز به آمرزشت نمی اندیشم. اگر مرا وارد دوزخ کنی، به اهل آن خبر می دهم که تو را دوست دارم. خدای عزیزم، اگر اعمالم در برابر طاعتت کوچک است، امید و آرزویم به تو بسیار بزرگ است. چگونه می توانم از بارگاهت با نومیدی برگردم؟
در حالی که خوشبینیم به بخششت این بوده که مرا نجات می دهی. عمرم را در غفلت از تو و جوانیم را در دوری از تو گذراندم. خدای مهربانم، به من نظر کن و مرا در آغوش رحمتت بگیر. و از تو درخواست می کنم که مرا ببخشایی، زیرا گذشت صفتی شایسته کرم توست. خدای عزیزم، من قدرتی ندارم که خود را از نافرمانیت دور کنم، مگر آنکه با محبتت بیدارم کنی تا آنگونه باشم که می‌خواهی. پس شکرگزار توام که مرا به آستان کرمت راه دادی و دلم را از غفلت‌ها پاک کردی. به من نظر کن، به کسی که صدایت را شنید و تو را اجابت کرد. مهربان خدایم، قلبی به من بده که اشتیاقم را به تو بیشتر کند و مرا به تو نزدیکتر کند. کسی که به تو شناخته شده ناشناخته نیست و آنکه به تو پناهنده شده خوار نخواهد بود. هر که را تو به او روی آوری نجات یافته است. من بنده ناتوان و گنهکار تو هستم و به پیشگاهت توبه کرده‌ام. مرا از کسانی قرار نده که نگاه رحمتت را از آنها برمیگردانی، از غافلانی که غفلتشان آنان را از بخششت محروم کرده است. خدای عزیزم، جدایی از مخلوقات را به من عطا کن تا به تو نزدیک تر شوم و دیدگان دلهای ما را با نور نگاهت روشن ساز تا پرده های نور را دریده و به سرچشمه عظمت تو دست یابیم و جانهایمان به شکوه قدس تو آویخته شود. خدایا، مرا از آنانی قرار ده که صدایشان را شنیدی و پاسخش دادند. به آنان توجه کردی و در برابر بزرگیت مدهوش شدند. با آنان رازهایی گفتی و آنها برای تو آشکارا کار کردند. مرا به جمع بندگانت بپذیر که در عشق و اطاعت تو غوطه‌ورند. خدای مهربانم، من که اینقدر به تو خوشبینم، از لطف و کرمت ناامید نکن. از تو درخواست می کنم مرا از کسانی قرار دهی که ذکرت را همیشه بر زبان دارند و عهد شکنی نمی کنند. الهی آمین.